дуруд шунавандагони гиромӣ. ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтори адабӣ аз силсилаи хониши бадеӣ аз рӯи асари дар он дунёи нависандаи халқии Тоҷикистон Фазлиддин Муҳаммадиев дар қироати ҳунарманди шоистаи Тоҷикистон Бобохон Сатторӣ. оғози гуфтори 13. ماشاءالله ماشاءالله باز ماشاءالله. ما در جده مبارک. اکنون معلوم شدگیست که چرا به درگاه خداوند به ایست ثنا میگوییم. ما به وطن پیغمبر آخر زمان محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم رسیده ایم. امروز سحری طیاره شد و ما داد و فیغانی پریروز در راه ایروپورت خرطوم کرده امان را با آواز بلندتر تکرار نموده به آن سوار شدیم. در 3 ساعت به پورت سودان رسیدیم. از پورت سودان باز پرواز کرده و از بالای بحر سرخ گذشته در 1 ساعت به اینجا جده مبارک رسیدیم. مهیا شدن طیاره را موسفیدان ما از شرافت برقیه بر اعلی حضرت ابن سعود فرستاده قاریه کمی دانند. لیکن من پیش از پرواز هنوز در خرطوم فهمیدم که سفیرمان رفیق سیلین دست بالای دست مانده بیکار ننشسته بوده است. وی به واسطه سفارتخانه در خرطوم بوده عربستان به حکومت اعلی حضرت بعض مسئله ها را فهمانیده داده است. در واقع آخر مملکت ما را که مملکت بدین ها فلان و بهمدان گفته از صبح تا شام بلکه علالدوام کرنه می نوازند. اگر 17 نفر مسلمانانی به نیت حج کمربسته آن را با یک دختورش از این زیارت با بهانه طیاره محروم سازند به ادبانه کرده گوییم کاری عیب نمی شود. هرچی نباشد ما در عربستان. کمی نمی خواستم که برابر فرود آمدن این واقعه را با دود کردن 1 سیگاریت خاطر نشان کنم، ولی تماکو کشی را نیز منع کردند. احرام در تن پپیراس کشیدن ممکن نیست گفتند یک باره چند نفر همسفران. خوب ممکن نباشد، ممکن نبوده است. ما هم چندان گلو گرنگ نیستیم و می دانیم که 12 عصر این جانب در عالم اسلام بعد عباره ممکن نیست چون و چرا نمی گویند. از میدان تفسان ایروپورت ما را به زلی باجخانه در آوردند. هنگامی که از راهروی تنگ تختگین می گذشتیم از 2 طرف آن خادمان باجخانه با پلیس قطار ایستاده به اندام ما چشم دوانیده گویا چگونه آدم بودن ما را فهمیدنی می شدند. زلی باجخانه بازارهای بالایش پوشیده را به خاطر می رسانید. تفاوت در این بود که در بالای تخته ها به جای آذوقه و سنگ و ترازو چمدان و خلطه ها قطار گذاشته شده بودند و در پس تخته ها خدمتچیانی خشم نگاهی باجخانه راست ایستاده درون چمدان ها را تگرو کرده می دیدند. برابر داخل زل شدن ما مردی سال خورده قد دراز از کدام در پیدا شده آمد. او کرته و یک تگ سفید دراز پوشیده به سرش قرص سفیدی را پرتافته بود. کلان سالان گروه با او گرم و جوشان و خوری کردند. این مرد را عبدالله بخاری می گفتند و او کیها باز یکی از ستونهای جده مبارکه بوده است.
عبدالله بخاری در اینجا همچون در خانه خود آزاد و آمیرانه قدم می‌گذاشت. با آوازی بلندی جرنگاسی دستیاران خود را صدا می‌کرد، به جستجوی تاکسی و آدمانی در کاریش می‌فرستاد. اول او به قاری اکه به کنار برآمده پیچیر کنان گفت و شنید کردند. سپس بخاری از کثیر مقدار پول گرفته همراه یکی از سرداران باجخانه عربی شکم کلان سیاه چهره به گوشه غایب شده رفت. بعدی برگشتن آنها تفتیش چمدان ها سر شد. عربی شکم کلان بعض چمدان ها را حتی دست نرسانیده ایما کرد که بردارند، اما در تفتیش یک قسم دیگری چمدان ها از جمله اشیای کمینه همه دقیق کاری خود را نمایش داد. دارواری مرا دست کرده پرسید که آیا افیون یا نشأه ندارم؟ گفتم که افیون دارم، ولی نه برای استعمال به آن طرزی که او در نظر دارد، بلکه برای انجکسیا در مورد ضروری. و او امپوله های شیشگین را نشان دادم. عبدالصمد اکا شرحی مرا از بودش زیادتر کرده ترجمه نمود. مردک قانع شد. از چمدان دیگرم همان فوتوپلیانکه های کاغذ پیچ را برآورده بوی کرد. تفتیش تمام شد. به حولی ایرپورت برآمدیم. بینای ایرپورت 4 آشیانه بوده است. قبط پایینی را در یک سمت اگنتی های موقتی فلات هوایی ایران، افغانستان، عراق، ترکیه و دیگر مملکت ها اجاره گرفتند. در سر اداره هر اگنتی بیرق ملیش آویزان. در سمت دیگر دکان های بازسازی، چرچین فروشی، در یک طرف آشخانه و اداره های مأموران ایرپورت. عبدالله بخاری در بالای صندوق کدام یک مسافر نشسته از کیسه قلم و دفتر برآورد و به حساب کتاب شروع کرد. از هر کدامی ما $50 گرفته به باجخانه می سپردند. این انداز کرانتین، حق راه و باجپولی بوده است که از هر یک حاجی می ستاندند و بودجت وطن پیغمبر هر سال از همین انداز تشکیل می یافته است. پیرمرد بر روی خط کردن خود ما سر کرد. حاجی های ما به 2 گروه تقسیم شدند. مسلمانان ریسپوبلیکاهای جنوب تاشکندی لقب گرفتند، باشندگان شمال و آذربایجان قزانی. کمینه تاشکندی شدم، اسرافیل قزانی. عبدالله بخاری می نوشت و گپ می زد. من از دستان او چشم نمی کندم. کف و پشت هر دو دستش از جراحت شدگار بود. حتی از مغز داکه پیچاندهش فساد خونالود می تراوید. یقین بود که درد خارش رسیده از حد گذشته است. قایل من یکی از ستونهای جده مبارکه به درد خود دوام نمی یابد. وای به حال دیگران. قاریکه از نگاه من پی برده اشاره کردند که به جراحت دست پیرمرد دوایی نوشته دهم. چی نویسم؟ معالجه خارش آسان نیست. وی ماه‌ها حتی سالهای دراز کشال می‌یابد. به هر حال به کاغذ برای داروخانه سپارش نوشته دادم. خیریت که اقلاً زبان کسبی دکتران و داروخانه‌های دنیا یک است. 3 تاکسی سرخ سیاره سبکروی امریکایی آمده در صحن حول قطار شد. من هنوز در خیال بودم که آیا این تاکسی ها برای ما باشند یا نه، اما همسفران به تلاش جای افتادند. هر تاکسی 7 نفر را می گیرد. یکی از پهلوی راننده، 3 نفر در کرسی مابین، 3 کسی دیگر در کرسی آخران رو به قفای ماشین ساختند. اسرافیل به ماشین دیگر نشست. هنوز خود را از من دور می گیرد. دل آدمی زاد بر این جنکوچه پیش در پیچ نبود است در عالم. خیر، نموریم یگان روز از این اسرار هم واقف می شدگیستیم. راننده سیاره ما جوانی سرجوعه عرب که در سر قصر سفید شاهی پرتافته از بالای آن
چنبرک سیاهی زرحلکاری گذاشته است. در گرد سیاره منتظر اشاره سرداران قدم میزنند. وی به سوی ما نظر بلندانه حتی به اعتیانه نگاه می افکند. وجاهتش مثل قصابان دولتمندی قدیمه است که از بازار یک رمه گوسفند خریده به گوشه برآورده ماندند و اکنون در گرد رمه چرخ زده از ثروت خود سولت دارند. عجب مناسبتی به مهمان. قیافه او به طبعم نفارید. من هم قیافه پیسخند آمیز ساخته کوشش کردم که مناسبت خود را به این جوان هوابلند فهمانم. دید از افتش. با تمکین غازانه چند قدم دیگر گذاشته به پس ماشین آمد و در این نصف شیشگی ما را یله کرده گفت: توجه. پس کناپکه را پخش کرد. تیریزه پایان رفت. کناپکه دیگر را پخش نمود. تیریزه محکم شد. راننده گویا دیدی دولتی ما را گویان از چشمانش شراره غرور پاشیده یک دقاش برانید. آبا، گفتم در دلم، زور بینایی افتخار داشته ای. از ماشین های مملکت بیگانه فقر میکنی. ما هم کناپکه چنان ماشین و اپارات ها را زیر کرده به کار می اندازیم که تقای آن سوی اقیانوست در خواب شبش هم ندیده است. سیاره امریکا؟ گفتم توکل کنم. سوالم را فهمید. ها، امریکایی گفت. مملکت سوفیتی گفته با دستم تخمین به سمت آفتاب برا اشاره کردم. میلیون سیاره تیاره موجود. کلی سیاره، کلی تیاره سوفیتی. گویا اکنون چیز نفهمیده باشد. کیف به هم کشیده دور شد. عبدالصمد اکا و یک عملدار عرب به سر ماشینی ما آمدند. عملدار چیزی گفت و ترجمان آن را به ازبکی گرداند. آن کس میگوید که اگر در بین شما یا یگان کس کمونیست باشد از ماشین فراید. خوشی به خوشی به وطن میفرستانیم. خاموشی گرانه به میان آمد. عجب یک سواله. این امام و قاری ها کجا و کمونیسم کجا؟ یا صاحبان مملکت مرا در نظر دارند. اگر دکتران کمونیست را فرستادن لازم شد، دکترهای از من 10 چند زورتر را مانده مرا می فرستادند. منطق هم چیزی خوب. شنیده بودم که در مسئله مناسبت به عالم سوسیالیسم عربستان سعودی فعلی تپتیار اشتات‌های متحده امریکا است. در اینجا بیوروی فدرالی تفتیشات فعالیت ضد امریکایی نباشد هم شهبازانی هستند که از متخصصان آن بیورو سر موی ماندنی ندارند. همه این گپ ها راست بر این می نمایند. به ترجمان گفتم: عبدالصمد اکا به این جناب باب کرده جواب گردانید. برکه یابید. گوید که از سر کمونیست تیلا ریزید که بجای ناخوانده قدم نمی ماند. لازم نی دکتر. ما باید هر چیز را بدیل نگیریم. این یک رسمیت است و بس. بعد ترجمان با منصبدار چیزی گفت و هر دو به سر ماشین دیگر رفتند. زار ماند قدر تماکو گذشت. من که از این پیش مدت ها تماکو نکشیده طاقت کرده بودم، اما محیط دیگر بود. هر لحظه با قیافه یا تکلیف به عصبتان رسیدن گیرند دیوانه می شوید کو. نهایت عبدالله بخاری دست برداشته فاتحه خواند و ما آمین گویان از حولی چاه مانند ایروپورت بیرون شدیم. از میانه عصر به عصر میانه.
در زمان ما هم فقط یک چند ساعت کفایه می کرده است که از میانه عصر 20 و عصر میانه کوچید. سیاره امریکایی ما را در کوچه های کجمکج جاده مبارکه گرفته می تازد که بنده تعریف این گونه محله ها، رسته های سیر آدم تنگ و تار را فقط در افسانه ها شنیدم. گاه از پیش راه خر عرابه می براید و سیاره ما ناچار از پس وی می خزد. گاه در یگان تنکوچه تنبه عرابه و ماشین ها را دیده پس می گردد و ما پسناکی خیلی مسافه را طی کرده به راه دیگر می براییم. در کوچه در تگی دروازه با حشمت قرار گرفتیم. راننده به حولی در آمده چند دقیقه غایب شد. ثانی همراه زنی چادری سیاه پوش برآمد. زن از کرسی یکم از پهلوی راننده نشست که آنجا را قبلا برای او نگاه داشته بوده است. باز چندگاه در جینکوچه ها دور زده برای اسفالت پوشی کلانتر برآمدیم. حکومتداران به احوال سنیتری محل ها ظاهراً کار نداشتند. کوچه ها افلاس، در تکی در و دروازه ها در پیش دکان ها توده اخلاد می خوابد. بوی غلیظی میوه و سبزوات پوسیده نفس کس را کردود بر این تنگ می کند. انبوهی تیره مگس در فضا آزادانه سیر و گشت است. راهی بین جاده مبارکه و مکه مکرمه از دشت سنگلاقی می گذشته است که در دو طرفش تپه های نچندان بلند سنگی وامی خورند. همین که برای کلان ایرپورت شاسی بندر بحری جاده همراه شد، حرکت سیاره ها افزود. اتومبیل های بارکش را با مسافر کشانی موافق کرده و هر طرفش برای زینت پنجره های کنگورکاری آهنی و تنکه های رنگارنگ چسبانیدند و از رادیاتور تا چراغ قفای سیاره آنقدر رنگ های گوناگون مالیدند که اتومبیل بیچاره به خرستوتی هزار رنگی سرندب شباهت پیدا کرده است. شاید از سبب بسیاری مسافران و نارسایی نقلیات باشد که به هر کدام اتومبیل 2-3 برابر زیادتر از آن جایش مقرری آن حاجیان چسبیده گرفتند. حتی در بام کابینه سیاره‌ای که حجماً به گز 51 ما برابر است، کم از 4 کس سوار شده است. بعضی ها پاهای خود را بر بالای آینه کابینه دراز کرده نشستند. از کناره راه هر زمان تخته های اعلان نمودار می شود که به زبان عربی طعم خوش غذای فراوان کوکاکولا، پپسی کولا و دیگر نوشاکی های امریکایی را تعریف می کند. در هر چند کیلومتر سد شلاگباوم از پیش می براید و راننده سیاره 6 عدد پاسپورت خارجی ما را که در ایرپورت به او سپرده بودند به دست گرفته و بوده که پلیس می رود و در آنجا به نوبت ایستاده یا اگر از خادمان پلیس شناسی داشته باشد به نوبت حجت های ما را از قید می گذراند و به ادامه سفر اجازت گرفته برمی گردد. شنوندگان گرامی، شما گفتاری ادبی را از سلسله خوانش بدیعی از روی اثر در آن دنیای نویسنده خلقی تاجیکستان فضل‌الدین محمدی شنیدید. راوی هنرمند شایسته تاجیکستان باباخان ستاری، کارگردان شیرعلی نغزلی، محرر عابدجان سیدزاده. انجام گفتار 13.